سلام بچه ها، امروز اومدیم با آموزش اینکه چطوری ماینکرافت موبایل جاوا کنید. این در همه چی برای من جاوا، شاید دقیقا همون جاوا نباشه ولی خب به چیزایی چه به جاوا داره دیگه. اول از ماینکرافت حالا بذار من اینو آفش کنم، ماد جاوا رو. مادش کاملا کار میکنه و خیلی خوبه، یعنی بگیم ماد هست ولی خب خیلی خوب کار میکنه. یعنی تقریبا همون جاوا رو گوشی دانلود کردین دیگه، روی هر نسخه هم که باشه اجرا میشه. الان من اینو این به خاطر شیدرم مال 1.21 اولیه هاست، به خاطر همینم همه جا رو 1.21 کرده. اب نداره، ببینم شیدرم به خاطر همین کار نمیکنه. حالا بیخیال نگاه، اگه الان نگاه این الان همون معمولی شد دیگه. حالا میرید فیلتر شکنتون هم حتما باید آن باشه، برید داخل برنامه ادون. اگه نصب ندارید حتما از گوگل پلی نصبش کنید. ادونز اینجا واردش که میشید با فیلتر شکن هم باید وارد بشید. میرید داخل بخش سرچ. بالا من خراب شده یه ذره، میدونی؟ میرید داخل بخش سرچ. اینجا داخل بخش سرچ به انگلیسی می نویسید جاوا. جاوا رو می نویسید. ببین جاوا گرافیک پک رو کار ندارید، اینو میاد ماینکرافت پی تو جاوا ادیشن. این نگاه اینو دانلود میکنید، دومیه که الانم من اینجوری براتون به تصویر میکشمش. رنگ مطلقم سبز روشن تری زره. آها اوکی، اینو دانلود میکنید برای ماینکرافتتون. اینو دانلود که کردید اوپن رو میزنید، دانلود که شد اوپن رو میزنید، می نویسید باز کردم با ماینکرافت، باشم میزنید دکمه رو، میره داخل ماینکرافت. الان برای من نمیاد به خاطر اینکه قبلا داشتمش، چون اگه یه بار دیگه قبلا داشته باشیدش کار نمیکنه. الان بری داخل ماینکرافتت، خودش میاد داخل ماینکرافتت. تا حالا من بزنم ماینکرافت هم کار نمیکنه، اگه اونو بزنم ماینکرافت هم باگ میشه. میدونی بخوام دوباره یه چیزی رو دانلود کنم ماینکرافت هم خراب میشه دیگه، مادام نابود میشن. اینجا منتظر مونید تا این بیاد. 92 100 که شد. من نمیدونم چرا رفتم داخل بخش مارکت پله. اوکی بخش یه دقیقه آرل که رفته دیدم. برم بعدا براتون اگه میخواید بزنم. حالا بتران بدراکو دارم. خب الان بی مشکل میاد داخل بخش سیتینگ، میاد این بخش گلوبال ریسورس، اینجا با ادون اینجا اومده، آنش میکنید، میاید اینجا و الان یه چند ثانیه طول میکشه به خاطر اینکه کلا داره تکسچر بازیتون رو عوض میکنه. یه چند ثانیه طول میکشه، الان میاد. یه چند ثانیه وای میسیم، بازم وای میسیم، بیشتر وای میسیم. الان جاوا ادیتیشن اومد. حالا میخواید ببینید کجا میتونید اسکینتون رو عوض کنید. این دکمه کویت گیم سمت راست دکمه کویت گیم یه آدمک هست، روش که کلیک کنید شما رو میبره داخل درسینگ رومتون. یه چند ثانیه هم که وایس درسینگ رومتون میاد. اینم اسکین منه. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. حتما برای آموزش‌های بیشتر کانال من رو لایک کنید و این یا اول فصل کانال من لایک کنید، این ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید دیگه. خدا نگهدار.